خب برای این آموزش یه بطری میخوایم، سر باتری میخوایم، چون من این باتری کتابیم شارژ نداره، مجبورم از این باتری استفاده کنم و اینم سر باتری اینه. یکم سیم میخوایم، یه کلید و یه لامپ. بریم ادامه. خب در مرحله اول ما اینطوری با کاتر اینو میبریم. فقط یه جاشو زیاد ببرید که دیگه این سرشو نیاز نباشه که در بیاریم. فقط یکم جا بذارین که این چراغو ازش عبور بدید که بره داخل. پشتش اینجا حالا یکم جا نمیشه، بعد جاشو درست میکنم. خب بچه اینجا یکم دهنه اینو گشادتر میکنیم که حالا این به راحتی عبور کنه. خب من اینو، شما اگه چسب حرارتی دارین این دور اطرافش رو چسب حرارتی بریزید که بگیره قشنگ. من چسب حرارتیم دستم نیست، بعد مجبورم چسب دو طرفه بزنم. اینجا خودش یه جا لحیم داره، یه سیم اینجا لحیم میکنم، بعد اینو اینجا محکمش میکنم. خب الان وقت لحیم کاریشه دیگه. بعد اینکه لایم کاری که اینو آروم باش بازی کنید. حالا اونایی که میرن داخلم بدین بیرون. خب اینجا مثبت منفیشون رو مشخص میکنیم. یک طرفش وصل میشه به این ور کلید، اون یکی هم به اینجا. شما نمیخواین لحیم کنین، اینو اینطوری سفت بچرخونید دورش، محکم میشه. یعنی شما میتونید اینم بندازین داخلش، ولی خب بندازین داخلش زیاد جالب نمیشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره.